بیننده دیگری که دوست داشتن که در این برنامه مشارکتی داشته باشند جناب استاد نورالدین رضایی هستند، کارشناس امور سیاسی. حضرت استاد السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه خودتان. شاید تا این لحظه دیده باشید مطالبی را که در برنامه مطرح شد. ما سراپا گوش هستیم و فرمایشات شما رو میشنویم. بفرمایید. تشکر زیاد. اول به یکایک شما به این منبری وصال حق که واقعا امروز حقیقت را دارد آشکار میکند و در دردی مردم تاجیک خود را شریک میداند و شخصا به خود شما هم تبریک میگویم که در صف تروریستان تاجیک شامل شدید. این افتخار بزرگی است که ما منسوب به ملت شریف و متدین تاجیکستان باشیم. بله این بین قوس است مسئله تروریست، چون که رژیم ما عادت کرده است که هر یک مخالف، هر کسی که قرصک نمیزند، از او تعریف و توصیف نمیکند، او را تروریست نظر میرود. خب من اولا استاد با کمیته دین وقتم را ضایع نمیکنم، چون اینها یک منصورهای هستند که از اول تاریخ تا به آخر تاریخ هستند، بودن، میروند. اینها مشکلی ما با اینها نیست. ما امروز همچون یک جوانی تاجیک، یک جوانی مبارز صحبت میکنم. خواهش میکنم که صدرتون رو وسیع بگیرید و وقت رو به من ارائه کنید تا اینکه تمام فکر و اندیشم اینجا گفته شود. بله جناب استاد، ما 20 دقیقه وقت داریم. 10 دقیقه از شما، 10 دقیقه از من. خوب است؟ سلامت باشید. خیلی خوب است. اتفاقنا. بفرمایید. خب اولا حکومت رحمانوف یک گروه متشکل جنایی می باشد، کریمینال گروپ. برای این گفته من دلیل دارم. واقعا هم امروز تاجیکستان اصیل است زیر دست این گروه. 24 سال شد صدا بلند میکند، صداش کسی نمیشنود و امروز جوانان بیدار، کسانی که قیام کردن، حتما این گروه را در محکمه جنایات دولی یا اینکه اینترنشنال کریمینال کورت خواهیم داد ان شاء الله و تمام سعی و کوشش خود را برای حقیقت چهره این را آشکار کردن ما صرف میکنیم ان شاء الله. امروز در عصر ما ارهاب یا اینکه ترور تنها در یک شکل، در یک شخص یا اینکه در یک گروه یا اینکه در یک حرکت جای نمیگیرد. باید مردم بدانند که ارهاب از جانب دولت نیز برنامه‌ریزی می شود. این را به اصطلاح عربی ارهاب دوله میگن. ما امروز مردم تاجیک در برابر ارهاب دولت هستیم. ترور از جانب دولت به شکل منظم دارد صورت میگیرد. هر کسی را که بخواهد قتل، زندان، تهمت، تحقیر، مصادره مال ملک، حتی اهانت قرار میدهد. اینجا مسئله مردم تاجیک صرف دینی نمی باشد. خواهش میکنم استاد انصاری به این نقطه دقت بدهید. درست. تاجیکستان امروزه ما هر یک دیگر اندیش، روشن فکر، ضیایی، عالم، متخصص، اکادمیک، تاجر، حتی شهروند عادی زیر تعقیب و توهین و فشار می باشد. تنها یک شرط است، اگر که فکر مخالف داشته باشد تن خلاص. درست. در حکومت ما علاقه مردم به خودی و بیگانه تقسیم کردگی است. در تاجیکستان دو گروه انسان است، خودی، بیگانه. خودی همانی هست که قرصک میزنه، بله بله میگوید، تعریف و توصیف رحمانوف میکند. اما گروه دوم بیگانه همانی است که اینا تعریف و توصیف و بله نمیگوید. درست. مثال ها برای اینا زیاد است.
یعنی که مسئله ربط دینی ندارد. زید یک تاجر بود، اما خودی که نبود، اونو چکار کردن؟ پس زندان بردن. شهرت قدرتو یک ادوکات بود، محامی. عمر علی قواتو یک بیزنسمن بود. دادا جان عطاالله یک ژورنالیست بود. بختیار ستاری یک ژورنالیست بود. عطاخان لطیفی یک ژورنالیست بود. عبدالملک عبدالله جانو سروزیر سابق. مقصود ابراهیمو یک جوانی که دیروز از مسکو او را بودند دزدیدند. چرا؟ برای اینکه صدا بلند کرد، برای که جوانان را درگیر خودش اطراف خودش جمع کرد. و ازیدک من الشعر بیت، برای یک رژیم دیکتاتوری مهمترین چیز برای او کرسیش می باشد. باور کنید رحمانوف آماده است که فرزند خود را قربان کند تا اینکه کرسیش را حفظ کند. پس کجا رسد به دیگر اندیشان، به ما و دیگر مخالفان. دلیل این سخنها رحمانوف، خود رحمانوف نزدیکترین اشخاص را از خود دور کرد. گرد و اطرافیای خود را نابود ساخت. حتی دوستانی که در سر قدرت رساندن او سهم داشتند، سنگک سفرو، لنگری، غفار سیدای، یعقوب سلیموف، شیرعلی فیضلی سیدوف و یکی از بهترین شاعرهای تاجیک شیرعلی رایق که از دست همین رژیم از دست رفت. رژیم دیکتاتوری هرگز در فکر آبادکاری و پیشرفتن ملت و کشورش نمی باشد. مردم اینو بدانید. همین است که امروز تاجیکستان یکی از کشورهای عقب مانده دنیا به شمار می رود. هر چی که هست از زمان شوروی این در تاجیکستان مثلا که باقی مانده. منظورم شهر و ترقیات و پیشرفته. حتی در آن زمان شوروی تاجیکستان برق داشت، اما امروز در تاجیکستان اکثر مناطق سالانه تا 9 ماه از برق محرومند مردم. تاجیکستان امروز از 1.5 تا 2 میلیون مهاجر کاری دارد تنها در روسیه. این از پیشرفتی، این از دستاوردهای امام علی رحمانوف. سطح تعلیم خیلی پایان رفته است. در زمان شوروی نسبت تعلیم بین مردم تاجیکستان 98% بود. این احصایات رسمی بود، اما امروز حکومت رحمانوف این احصایات رسمی امروزه رو بجا میکند. امروز سطح تعلیم شاید از 10% بالا نباشد. الله المستعان. چون که وزارت تعلیم، وزارت تربیت، تمامی وزارتخانه ها پر از فساد و کروپسیا می باشد. در تاجیکستان انسان را ساختنی نیستند. برنامه‌ای که شهروندی متعلم باید که پیدا بشود. در تاجیکستان عمدن برنامه هست که باید انسان ها متعلم، شهروندان، جوانان متعلم نباشند. خب ادامه میدیم. حکومتداران تنها در فکر دزدی و غارتگری مردم می باشند. تمام امکانیت ها را بالای این پیاده کردند. نمیدانند مردم را چطور غصب کنند. راه پولکی IRS، کامیراهایی که در کوشه و کنار شهر دوشنبه زدند فقط برای پولچینی است. راغون و ما ادراک ما راغون، پولای مردم کاملا دیگه دزدیدن. امروز معلوم نیست پول در کجا است. الله المستعان. پول در بین خودشان گم شدگی است و مردم را به آرزوهایی که ما برق میسازیم، ما انا میشود. امروز به مانند همون بیماری که میگویش که صبر کنی انشاءالله که ساز میشه شفا میابی، مردم تاجیک را به همون فرد داده است تا اینکه همون مریضی بمیرد. مریض همین است. مردم تاجیک هم میگن صبر کنید این سال دیگه برق میشه. این شکرانه کنید. امروز رحمانوف باور کنید به قدر این ملت نرسید.
رحمانوف از خوبی مردم تاجیک سوء استفاده بود. این رژیم نه تنها غصب میکند بلکه نمیگذارد مردم قامتشون راست شود. جناب استاد رضایی، شما 1 دقیقه دیگه وقت دارید چون که وقت تقسیم شده. خب سریعش میگیم. تاجیکستان نه تنها این رژیم غصب میکند بلکه نمیگذارد مردم قامتشون راست شوند. بازارها را ببینید که در هر ماه تقریبا در تاجیکستان یک جا یک بازار میسوزد. این در ما یک چی شده است؟ یک چیز معمولی شده است. عادت کردگی هستیم. مردم امروز از رحمانوف چیزی نمیخواهند. ما نمیگیم که رحمانوف به ما برق بدید، به ما جای کار بدید. ما میگیم که استعفا بدید. این بزرگترین خدمتی تو بالای مردم تاجیک است. بیرو استعفا بدید. در این ظلمی که ما مردم تاجیکستان قرار داریم کسی را گناهکار نمیشماریم جز خودمون. ما همین رحمانوف همین خلساز کردیم. امروز وقتی آن رسیده که مردم همه گیردی هم بیایند و گناه خود را اعتراف کنیم و بالای رفتن رحمانوف فکر کنیم، اندیشه کنیم. خب یک سخن دیگه بر جوانو داشتم ولی متاسفانه و پیام به مردم تاجیک داشتم ولی وقتم بود شد. ما استاد رضایی در 1 دقیقه دیگر از من در خدمت شما، بفرمایید یکی از این پیام ها رو بفرمایید بگید. ای مردم جوان تاجیکستان، بیایید این مسخره را نهایت بخشید. همین جان انسان چند است که ما غمش بخوریم. همین نصیب در دست خدا است. اگر که همون لحظه خلاص شود اجلمون، همون لحظه از دنیا میریم. با اپوزیسیون بودن تو، با ضد رحمانوف بودن تو کسی چیز زیاد و کم نمی شود. خب آزادی را رحمانوف به ما هدیه نمی کند. ما باید خودمون تلاش کنیم برای از خود باید کنیم، فداکار باشیم. حتی لازم شود جان خود را فدا کنیم. فداکاری، جان فدایی خیلی کلمه قشنگ و زیباست. پس اگر که همین جان فدایی چی خوب میشد که برای وطن میشد و بهتر از این همه چی خوب است که این وطن تاجیکستان باشد. تشکر زیاد. تشکر از شما برادر عزیز و بزرگوار جناب استاد نورالدین رضایی، کارشناس امور سیاسی با ما همراه بودن. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. سلام علیکم. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.